تشکر میکنیم از عزیزان بزرگوار ما در هفته‌نامه نوید نو که سوال پرسشی هست که چگونه جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر در پل که عمدتاً فعلا مجبور به ترک وطن شده اند و در خارج فعالیت میکنند، چگونه میتوانند به یک اتحاد سرتاسری و به یک همکاری سرتاسری دست پیدا کنند. من فکر میکنم خب سوال بسیار سوال مهمیه و ضرورت ایجاب میکنه که چنین چیزی شود. اساسا تجربه تمامی مردمان و ملت هایی که برای آزادیشون و برای حقوق بشریشون مبارزه کردن در نهایت به همین نقطه رسیدن که مجبور، یعنی به این نقطه رسیدن که قبلا این تجربه تاریخی میگه که اونها میبایست شبکه سرتاسری وسیع و گسترده را تشکیل بدن، به تعبیری همون انگلیسیش که شما بهتر از من میدانید گرسروت باید باشه، یعنی دارای ریشه باشه، ریشه های بسیار وسیع و گسترده که پوششش در حقیقت همه شمول باشه و همه جا رو فرا بگیره. ما به تشکیل چنین شبکه وسیع و سرتاسری برای دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان احتیاج داریم و نیازمند هستیم و این برای هر گونه ایجاد تحول و دفاع از حقوق بشر لازم، ضروری و حیاتی است. تجربه های موفق همه نشان دهنده این است که اونا به ایجاد چنین شبکه سرتاسری موفق شدند و در نتیجه توانستند تحول و تغییر مناسب را به وجود بیارن. اصل ضرورتش جای هیچ گونه سوال و پرسش نیست و ما باید درک این ضرورت را همگانی بسازیم، یعنی همه ما به درک این ضرورت دست پیدا بکنیم که ایجاد چنین شبکه وسیع و سرتاسری حیاتی لازم و ضروری است، مخصوصا در خارج. راجع به داخل من صحبت نمی کنم، به خاطر از اینکه صحبت ها اینجا ایجاب میکنه که ما راجع به داخل صحبت نکنیم، چون اونجا حکم دیگه داره و شرایط دیگه داره کسانی در داخل زندگی میکنن و در خارج میشه بر این نکته تاکید کرد. خب ضرورتش واضح و روشن هست، اما اینکه چگونه میشه به ایجاد شبکه وسیع و گسترده دست یافت که گراسروت باشه و همه را شامل شود و در پیوند و ارتباط قوی با یکدیگر قرار بگیرد. فکر میکنم برای اینکه به این نقطه برسیم در قدم نخست، برای اینکه به این نقطه برسیم به نظر میاد که گفتگو لازم است. یعنی یگانه راه ضرور، یگانه راهی که برای ایجاد چنین شبکه‌ای وجود داره گفتگو و ارتباط است. گفتگو و ارتباط صرفا در محور حقوق بشر، فارغ از مسائل سیاسی، قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی، گفتگو در محور حقوق بشر ایجاد شود. چون اگر مسائل سیاسی، قومی، نژادی، مذهبی و امثال ذالک دخالت پیدا بکنه، باز ما تقسیم میشیم به کتله های گوناگون، به جریان های گوناگون و به اقوام گوناگون و مردمان گوناگون که باز مانع از این میشه که ما بتوانیم در محور حقوق بشر با هم کار کنیم. شرط اولیش است که صرفا دیدگاه حقوق بشری در این زمینه تقویت شود و این محور گفتگو قرار بگیره. یک. دوم اینکه چگونه علی این گفتگو صورت بگیره و چی ترتیب ایجاد شود، گفتگوی همه شمول و تمام شمول. چگونه این گفتگو با وجود به یک پالیسی عملی احتیاج داره. یک پالیسی عملی احتیاج داره که تعدادی از نهادها پیشگام شود و این پالیسی عملی را به وجود بیارن و مرحله بندی بکنن و در واقع یک جای را محور قرار بدن. از او بر اساس او پالیسی عملیاتی این گفتگو گسترده و وسیع شود و طبیعتا از حمایت نهادهای بین المللی حقوق بشری هم برخوردار شود ایده. یعنی یک نهاد بین المللی مهم که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنه، اونا از این گفتگو حمایت بکنن و بر اجتماع همگانی و بر این که همه در یک شبکه وسیع با هم همکار شوند حمایت کنند و حمایت های لازم در زمینه لوجستیک، تشکیل کنفرانس ها، نشست ها، همه اینها اونا حمایت بکنن تا این مسئله عملی شود و پالیسی هم در تدوین یک پالیسی عملیاتی هم در این زمینه لازمه که تعداد کارشناس، تعداد افراد متخصص و افرادی که از تجربه خوب در این زمینه ها برخورداره، اونا بنشینن این پالیسی را تهیه و ترتیب کنن
و حمایت لازمی بین المللی را هم تو که عرض کردم در این زمینه کسب کنن و به وجود بیارن. نکته سومی که در این محور این گفتگو بسیار لازم هست، همونطور که بیشتر عرض کردم، که باید در محور حقوق بشر باشه. مسائل سیاسی، قومی، نژادی، مذهبی و اختلافات دیگری که ما داریم در این مسئله، در مسئله حقوق بشر دخالت پیدا نکنه. وقتی که مسئله حقوق بشر اهمیت اساسی پیدا کرد، در اونجا محورهای مهم در حقیقت تعریف دقیق شود. محورهای مهم حقوق بشری مردم افغانستان و نقض‌های حقوق بشری که در افغانستان صورت میگیره، گروه‌های آسیب پذیر، گروه‌های آسیب پذیر دقیق تعریف شود که بود حقوق بشری داره. از بود سیاسیش ما میگذاریم، فقط به بود حقوق بشریش اتکا میکنیم. اینا مشخص شود و تدوین شود، یک تعریف مناسب ازش به دست داده شود، اینها محور گفتگو قرار بگیره و محور اتفاق و همکاری قرار بگیره. مثلا یک موردی که فکر میکنم همه روی او اتفاق داره و هیچ گونه جای اختلاف نیست، مسئله نقض حقوق بشری زنان هست که به لحاظ بین المللی، یعنی مطابق قوانین بین المللی، مصداق جنایت علیه بشریت، یعنی نقض حقوق بشری زنان در حد و اندازه هست که مطابق قوانین موجوده بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت است. یعنی میزان نقض حقوق زنان در حد جنایت علیه بشریت جریان دارد. اینا تثبیت شود. در قدم دوم، قدم های بعدی مشخص شود. مثلا کمپین جهانی برای از اینکه نقض حقوق بشری زنان در افغانستان در حد آپارتاید جنسیتی، بلکه فراتر از آپارتاید جنسیتی است، در حد آپارتاید است و فراتر از آپارتاید است، این به یک توافق برسن مدافعان حقوق بشر و ثانیاً خواهان از این شوند که آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی جرم‌انگاری شود. این خواسته ها مشخص شود. جا داره از جناب آقای احمدی، دکتر صاحب احمدی، همیشه با سخنان خیلی الهام بخششان ما را همراهی و همکاری میکنن، یک سپاسگزاری ویژه انجام میدیم. سپاسگزاری دومم از شما و از جریده، از روزنامه هفته‌نامه راه نو است که با ابتکارشان خیلی یک تحقیق بسیار همه‌جانبه، دقیق و منظم انجام دادن و صدای مردم افغانستان بلند کردن. در مورد اینکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان و رسانه‌ها چگونه بتونن همکاری خود را بالا ببرن، من خیلی تاکید میکنم با همون اصلی که جناب دکتر صاحب احمدی اشاره کردن که باید محور اصلی حقوق بشر قرار. یعنی اگر ما حقوق بشر یک محور اصلی بسازیم، در واقع امر ما تانستیم به بزرگترین معمول خود دست بیافیم، به خاطر که نقض حقوق بشر شامل تمام گروه‌های قومی، مذهبی، سیاسی، فکری در افغانستان میشه. نه تنها زنان، بلکه حتی نهادهای بسیار تندرو خود طالبانی هم در بحث حقوق بشر میتونن به اصطلاح یک صف جدا از حاکمیت موجود طالبا داشته باشند. ما امیدوار هستم که بحث هماهنگی هرچی بیشتر و هرچی قویتر در بیرون از افغانستان در ابتدا مطرح شود تا آسیب پذیری داخل کمتر بکنه. 4 مشخصه بسیار اساسی را در ارتباط با مسائل مربوط به هماهنگی باید ادعا بکنیم. 1. بحث اطلاعات دقیق برای هماهنگی. برای ایجاد یک هماهنگی بسیار قوی، تمام نهادهای جامعه مدنی ضرورت دارند تا مستندسازی را در عرصه مسائل نقض حقوق بشر در افغانستان بیشتر، تا اطلاعات بیشتر به دسترس باشد و دادخواهی بسیار منظم و همچنان هماهنگی بسیار منظم بتونه روی مستندات بسیار سریع و بسیار قویه که فعلا در افغانستان جریان داره اتفاق بیفته. تا زمانی که ما به یک اطلاعات دقیق و موثق و بسیار مؤثر در افغانستان دسترسی نداشته باشیم، ناممکن است بتوانیم هماهنگی ایجاد کنیم و ناممکن است بتوانیم به دادخواهی منظم برسیم. 2. بحث بسیار عمده، بحث تحقیقات متداول علمی و اکادمیک در بررسی وضعیت حقوق بشر در داخل افغانستان است. ما باور این است که تمامی نهادهای حقوق بشری باید تحقیقات بیشتر، ریسرچ های بسیار متعدد در قبال نقض مسائل حقوق بشری در افغانستان ادامه بدن. نه تنها آپارتاید جنسیتی، نه تنها آمار کشته شده ها، نه تنها مسائل مربوط به
دستگیری ها و بازداشت ها و شکنجه در درون زندان ها، تجاوزهای جنسی، تجاوزهای گروهی و امثال هم، که بسیار مهم است که بحث تحقیقی و چگونگی عکس العمل این فجایع را در جامعه باید دریافت کرد. باید به نهادی نشدن ستم و ظلم در افغانستان و به اصطلاح نارمال سازی جرم و جنایت در افغانستان باید به صورت بسیار درست تحقیق صورت بگیره و عواقب وضعیت کنونی را باید بررسی بکنیم تا بتونیم به نتایج بسیار محسوس برای یک کار هماهنگی و برای یک کار تحقیقی آینده یا برای یک کار دادخواهی آینده برسیم. مسئله سوم، مسئله ایجاد تفاهم بین نهادهای مدنی در بیرون از افغانستان و همچنان فعالین مدنی و حقوق بشر و رسانه‌ای در بیرون از افغانستان است. در 3 سال گذشته در واقع هم رسانه‌ها و جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر یک مقدار از هم با هم کار کردند، ولی این کار کافی نبوده. علتش این است که ما به اطلاعات بسیار دقیق و منظم در داخل افغانستان دسترسی نداشتیم. شاید یکی از بهترین کارها یا یکی از موثرترین کارهایی را که ما بتونیم انجام بدیم این است که هماهنگی را بین ارگان‌های حقوق بشری بین المللی و ملی، ارگان‌ها و ساختارهای نهادهای جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای در همین 3 کاتگوری بسیار منظم انجام بدیم. بعد نهادهای بین المللی حقوق بشری را از وضعیت کنونی در یک تصویر بسیار واضح‌تر و منظم‌تر قرار بدیم. یک تعداد از نهادهای بین المللی هم وابسته به سیاست‌های کشورهایشان عمل می‌کنند که این متاسفانه ما را خیلی آسیب پذیر می‌سازه. نتایج کار نهادهای جامعه مدنی افغانستان و نهادهای حقوق بشری افغانستان در 3 سال گذشته نشان داد که طالبان خیلی جسورتر هستند و علت جسورتر شدنشان گزارشاتی که ما میتیم نیست، افشاگری‌هایی که نهادهای بین المللی انجام میدن نیست، بلکه کمک‌های بین المللی و بی‌تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به آلام و مصائب مردم افغانستان است که میتونه خیلی تاثیر بسیار سو و بسیار منفی را در عرصه اجتماعی بر افغانستان در دراز مدت داشته باشه. یعنی مردم افغانستان نسبت به صلح، نسبت به عدالت، نسبت به حقوق بشر، نسبت به باورها و ارزش‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی بی باور بسازه. چنانچه پیامده تا کنون یا پیامده تا فعلا را که نهادهای بین المللی یا کشورهای بین المللی در قبال مسائل افغانستان به دست آوردن، دقیقاً جسور شدن بیشتر طالبان نسبت در برابر مردم افغانستان است. بحث نهایی را که در ارتباط با مسائل مربوط به هماهنگی خدمت شما عرض میکنم، ظرفیت پروری نهادها در بیرون و در بیرون از افغانستان است و همچنان ظرفیت های یا به اصطلاح شامل ساختن نسل جدید از فعالین جامعه مدنی و رسانه‌ای افغانستان در مسائل افغانستان است. یک مقدار باید بیشترین سرمایه گذاری را به ایجاد شبکه‌های جدیدتر، تازه‌تر و جوانتر بگذاریم تا اینا بتوانند که به اصطلاح پرچم گذشته را بلند نگاه کنند و درفش دادخواهی را بلندتر داشته باشند. و من باورم است که هماهنگی بدون اطلاعات و بدون دادخواهی به نتایج محسوس نخواهد رسید. ما باید اطلاعات بسیار دقیق و معلومات بسیار دقیق از داخل افغانستان جمع آوری بکنیم، تمامش مستند بسازیم تا از یک نقطه از یک طرف بتونیم به یک معمول زودتر و یا به اصطلاح به هدف زودتر ما که عبارت از عکس العمل نشان دادن یا به اصطلاح اوریان کردن عمق جنایت تفیلی به این برسیم و از طرف دیگر باید به یک نتیجه دراز مدت برای ایجاد یک عدالت اجتماعی در افغانستان کار کنیم، چون افغانستان و مردم افغانستان قربانی بی‌عدالتی های بسیار دوامدار و بسیار ممتد و طولانی و تاریخی است. ما هیچگاهی نمیتونیم افغانستان را نجات بدیم مگر اینکه بتونیم یک فضای بسیار قوی دادخواهی را برای عدالت اجتماعی و عدالت در افغانستان با شمولیت تمامی اقوام افغانستان، با شمولیت تمامی گروه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در افغانستان، مذهبی، زبانی، قومی در افغانستان ایجاد بکنیم. و اصلا مسئله حقوق بشر مسئله و اولویتی در متن افغانستان نیست.
به نظر من خیلی خیلی مهم است که ما اول یعنی حتما و قطعا برگردیم به این که اصلا بحرانی به نام حقوق بشر یا اصلا مسئله به نام حقوق بشر در متن مناسبات افغانستان به طور مشخص چطور رقم خورد، چطور به یک مسئله یا به یک در واقع امر بدیهی و اپیدمیک بدل شد. مورد دوم، به نظر من ما باید بتونیم وقتی از این صحبت میکنیم که خب فعالان رسانه‌ای و فعالان حقوق بشر و فرایندها یا جریانهای گفتگو یا گفتمانسازی به زعم چطور باید عمل بکنن که مؤثر و گشاینده تر و تاثیرگذارتر نتیجه بدن، باید به این مسئله برگردیم که چرا و چگونه مسئله حقوق بشر و این جنایت به زعم من آشکار و عریان و عیان و این خشونت و اشکال متکثر و متنوع نقض حقوق بشر گره نمیخوره با گفتمان حقوق بشر یا با مسئله حقی به نام حق بشر و جریان‌های منطقه‌ای و جریان‌های جهانی. به نظر من این مسئله که بحران حقوق بشر پیوندی با بحران‌های حقوق بشری جهان نداره و ما در برقراری این پیوند تا حد خیلی زیادی، چنانچه حداقل در 20 چند سال گذشته ناکام بودیم، ارتباط بسیار زیادی داره با این که در مورد حقوق بشر در مسئله افغانستان به اصطلاح آب در دل کسی تکان نخوره، برای اینکه قرائت مسلط اگر 20 سال قبل حرفش اینجا بود که این جامعه به نجات دهنده نیاز داره، الان حرفش اینجاست که ما باید به فرهنگ متنوع و متضاد این جامعه با خود ما زیر نام نسبیت گرایی فرهنگی احترام بگذاریم. یعنی قابل توجیه اون وقت اگر ما نتوانیم برقرار بکنیم این پیوند ارگانیک میانه این که وقتی یک گروه دست راستی مثل طالبان، مثل مجاهدان، مثل در واقع نیروها یا گروه‌های نظامی، خشونتگر، توتالیتاریان، ضد حقوق بشر، ضد زن، ضد انسان و ضد اندیشه جای قدرت میگیره، هیچ جایی از جهان مسئول نیست برای اینکه نیروهای دست راستی یا در واقع گفتمان دست راستی که شکلی از فهم ارتجاعی از مناسبات زیست بشری است قدرت میگیرن. چنانچه ما در افغانستان در بعد از در واقع روی کار آمدن یا تحویل دادن افغانستان و طالبان شاهد بودیم. طالبان روی کار میآیند، تحولاتی صورت میگیره، پوپولیسم افراطی و دست راستی در اروپا و ایالات متحده قدرت میگیره. حق پایان دادن به بارداری خودخواسته در بسیاری از ایالت‌های ایالات متحده و داعیه حقوق بشر پایان پیدا میکنن. نیروهایی مثل یا احزاب مثل آیفته و احزاب دست راستی دیگه که دقیقاً اندیشه های مشابه طالبان دارن در مورد مسئله زنان، در مورد مسئله جامعه کویر، در مورد مسئله روشن فکران، در مورد مسئله هر تنوعی که در جامعه به عنوان یک اصل باید پذیرفته شود، یک پیوند ارگانیک وجود داره. یعنی ما شاهدیم که چطور بعد از روی کار آمدن طالبان قباحت جهانی نقض مبانی حقوق بشر دوباره شکست. یعنی ما باید بتونیم پیوند برقرار بکنیم. مسئله بعدی اینجاست که به نظر ما ببینید فرصت‌هایی وجود داره مثل مسئله تعذیب جنسیتی یا آنچه که جندر پرسیکیوشن میگن و دامنه وسیع از اشکال خشونت‌های سازمان یا یابی شده، سازماندهی شده و تشکیلاتی و مناسبات قدرت علیه گروه‌های مختلف اجتماعی از آدرس جنسیت جرم انگاری کردن. چرا ما هنوز موفق نشدیم بر امکانات در واقع دادخواهی‌های کیفری که فعلا وجود داره متمرکز شویم و یک جبهه مشترک ایجاد بکنیم؟ تشکر میکنم از برگزار کنندگان گفتگو بخصوص از هفته‌نامه راه نو و همه دوستان که دخیل بودن و هستند در این راستا. ما باورم است که سازمان های جامعه مدنی و رسانه ها در 3 سال گذشته
در افغانستان و وضعیت افغانستان نقش مهم و بسزایی داشتن. نقش خود را الحق که به اندازه توانایی‌هایشان بسیار خوب و مثبت به باور من البته ایفا کردند. وقتی می‌بینیم یک حمایت جهانی از نیروی به نام طالب، از یک گروه دهشت افکن به نام طالب، حمایت بسیار کلان کشورهای بسیار قدرتمند وجود داره، ولی هنوز است و 3 سال از این حضور نامیمون طالب مگذره، طالب به رسمیت شناخته نشده. معنای از این است که نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، نهادهای مردمی تلاش همه جانبه و بیشایبه و بیمانند انجام دادن که امروزه ما شاهد به رسمیت نشناختن طالبان هستیم. بخش زیاد از مواردی که نیاز به صحبت شد و ما خیلی دوست داریم بیشتر صحبت بکنیم و بشنویم و امیدوار هستیم که این فرصت را بتونیم ادامه بدهیم.